آقای انصاری، من از جمهوری چک برای شما زنگ زدم. بفرمایید. اینجا من محصل هستم. اصلا من از افغانستان هستم. میخوام یک سوال اساسی دارم از شما راجع به دین، اما قبل از اون میخوام خودت رو بدانم که شما اهل افغانستان هستید یا اهل تاجیکستان یا ایران، چون فارسی شما ماشاءالله بسیار زیباست. مرا خوشم آمد. من هم تاجیکم، هم افغانم، هم ایرانیم. خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. آقای انصاری، یه سوال داشتم. بله، بفرمایید. یه حدیث هستش در صحیح مسلم، من این را از نظر منطقی شد خواستم در نظر شما را در این مورد بدانم. حدیث هستش، همین نمبر شما برای شما میگم. یک چند کلمه بخوانید از حدیث که من اینجا سرچش بکنم. بفرمایید. خب، حدیث صحیح مسلم هستش 6222. 6222. ببخشید 29. 29. 6229. بسیار خوب. متن حدیث را بخوانید برادر عزیز. خب، اینجا هستش عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال استعمل على المدينة رجل من آل مروان قال فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتمن عليا قال أما إذا أبيت فقل لعن الله أبا التراب. فقال سهل ما كان لعلي اسم أحب إلي من أبي التراب وإن كان ليفرح إذا دعي بها. فقال له أخبرنا عن قصته لما سمي بأبا التراب. قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال أين ابن عمك؟ فقالت كان يبني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو. فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا التراب قم أبا التراب قم أبا التراب. خب آقای انصاری، من سوال من اینجا هستش که این حدیث هستش که میگه از سر منبرها بالای حضرت علی که نعوذ بالله چی میکردن؟ لعنت میکردن. یعنی توضیح شما در این مورد چی است که آیا امی سرداران بنی امیه که بودند که ابتدای دور ملوکیت از اونها شده است، آیا اینها همه ایشان کس در این دست داشته است یا چجوری بوده است این قضیه؟ این را لطفا تشریح بدهید. اولا برادر عزیز، این که در سر منابر سیدنا علی رضی الله تعالی عنه رو فحش میدادن و سب و شتم میکردن، این یک دروغی است که ساختن. یعنی هیچ روایت صحیح و سندی وجود ندارد که بنی امیه مثلا در زمان سیدنا معاویه امر شده باشه، در زمان سیدنا معاویه امر شده باشه بر این که به حضرت علی رضی الله تعالی عنه در منابر فحش و ناسزا گفته بشه. اما بعد از شهادت سیدنا علی و بعد از وفات سیدنا معاویه که اشخاص دیگری مانند یزید و بعد از اون مروان بن عبدالملک و کسان دیگری که در شام به قدرت رسیدن، افعال و اعمالی که اینها انجام دادن ربطی به صحابه و به سیدنا علی و به معاویه و به غیر اینها نداره. متوجه شدید؟ چون یک فرقه، یک فکری که به اونها ما در تاریخ اسلام بهشون میگیم نواصب، در شام ایجاد شدن که اینها اظهار عداوت و کینه میکردن در مقابل کی؟ در مقابل آل علی، در مقابل علی و فرزندان علی که در تاریخ اسلام به نام نواصب معروف هستند. روافض داریم، نواصب داریم و اهل سنت و جماعت داریم. اما هیچ یک از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم تا زمان سیدنا معاویه نه حضرت علی رو فحش دادن، نه در منابر بر ایشان توهین و اهانت شده. حتی در حالی که
جنگ هم داشتن با هم، مثلا در جنگ جمل، در جنگ صفین، یعنی در روبروی هم قرار گرفتن. دشمنی آشکار بود، یعنی دیگه در جنگ است دیگه، در جنگ شیرینی پخش نمی کنن. اما هیچ وقت یعنی اون مروت یک انسان مؤمن و مسلمان را فراموش نکردن. و این روایتی هم که در اینجا شما ذکر کردید من پیدا کردم، دوستان عزیز میتونن نشون بدن. استعمل علی مدینه رجل من آل مروان، یک شخصی از آل مروان که در زمان شاید مروان ابن عبدالملک باشه که در مدینه بله در زمان عبدالملک ابن مروان در اونجا شخصی تعیین میشه و این شخص به سهل ابن سعد میگه که به حضرت علی فوش بده. فوش بده. و ایشان چیکار میکنه؟ ابا میورزه، رد میکنه. بعد از اون میگه که پس بگو که لعن الله ابو تراب. بعد سهل میاد در اینجا یکی از فضائل سیدنا علی رضی الله تعالی عنه رو بیان میکنه. میگه که این تو که فکر میکنی که ابا تراب فوش هست، بالعکس ابا تراب یکی از القابی است که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه خیلی آن را دوست داشت. و بعد اون داستانی رو ذکر میکنه که یک روز بین فاطمه رضی الله تعالی عنها و حضرت علی حرف و حدیثی شده بود در خونه، چیزی که بین یک زن و شوهر به وجود میاد. بعد ایشون رفته بود از خونه خارج شده بود و رفته بود در مسجد خاک و جمع کرده بود، زیر سرش گذاشته بود، لباسش هم همینطور خاک‌آلود همونجا خوابیده بود. بعد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمدن و با نوک پایشون زدن به پای ایشون، گفتن قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب. و این روایت یکی از فضیلت‌های سیدنا علی رضی الله تعالی عنه رو از زبان یکی از فرزندان صحابه در اینجا مطرح میکنه. بسیار خوب، بسیار خوب. آقای انصاری، من یه سوال کوچک دیگر هم از شما داشتم، اگر به بزرگواریتون مرا اجازه بدهید. بفرمایید. حدیث صحیح بخاری هستش. قبل از اینکه من حدیث رو برای شما بخونم، در جنگ خودتان چون که فرمودید که در جنگ صفین حضرت علی کرم الله وجهه با حضرت معاویه روبرو شده بود، اما جنگشان بود. بله. در این جنگ به نظر شما برحق کی بود؟ ببینید نظر اهل سنت و جماعت این است که برحق حضرت علی بود. چرا؟ حاکم و خلیفه‌ای که بیعت شده بود با او، چون بیعت اهل حل و عقد به اصطلاح در کجا بودن؟ در مدینه بودن. اینها با کی بیعت کرده بودن؟ با حضرت علی بیعت کرده بودن. متوجه هستید؟ پس حضرت علی خلیفه برحق بود و باید همه مسلمان ها به شمول سیدنا معاویه باید چیکار میکردن؟ با حضرت علی بیعت میکردن. و اینکه آیا حضرت معاویه بر باطل بود، این هم حرف درستی نیست. چرا؟ حضرت معاویه به خاطر منصب و قدرت و خلافت با حضرت علی درگیر نشد. معاویه چی میخواست از علی؟ میگفت که همین کسانی که در مدینه بودن و در قتل خلیفه مسلمان ها دست داشتن و امروز در لشکر تو هستن، همینها رو بیا به من تسلیم بده که اینها رو چیکار بکنیم؟ اینها رو به جزای اعمالشان برسانیم. حضرت علی چی کار کرد؟ گفت که الان وقتش نیست، الان فرصت این کار نیست که من اینها رو بیام به شما تحویل بدم، چون که یک درگیری و یک مشکل دیگری در داخل لشکر ایجاد می شود. حضرت علی هم دلایل خاص خودشون رو داشت. متوجه شدید؟ بله جناب. بعد همین کسانی که در همین مشکلات و درگیری هایی که بین سیدنا علی و سیدنا معاویه ایجاد شد که اکثرشون از جمله آشوبگرانی بودند که در قتل سیدنا عثمان دست داشتن یا جزئی از همون لشکر آشوبگرا بودن، اینها را حضرت علی بعداً همان کاری را با آنها کرد که حضرت معاویه در زمان صفین خواسته بود. اما کی؟ بعد از اینکه کار از کار گذشت، بعد از اینکه در بین امت اسلامی دو دستگی ایجاد شد. شما میدانید یکی از اسباب شهادت
حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما در کربلا کیا بودن؟ همین چیا بودن؟ خوارج و شورشیان. همین شورشیانی که در قتل عثمان دست داشتن و در جنگ صفین در لشکر کی بودن؟ در لشکر حضرت معاویه. در لشکر حضرت علی بودن. خب شمر ابن ذوالجوشن، عبیدالله ابن زیاد، متوجه شدم. بسیار خوب. همین شمر ابن ذوالجوشن و عمر سعد و نمیدونم عبیدالله ابن زیاد، همینایی که در کوفه حاکم بودن در زمان واقعه کربلا، اینها کیا بودن میدانید؟ اینها همان کسانی بودند که در جنگ صفین در لشکر حضرت علی بودند. اینها همان کسانی بودند که حضرت معاویه میگفت که اینها رو باید محاکمه کرد. چرا؟ اینها آمدن خلیفه مسلمان ها را در مدینه منوره کشتن. بعدش همین عبدالرحمن ابن ملجم و خوارجی که بر حضرت علی قیام کردند و حضرت علی در نهروان اونها را کشت، بیش از 4-5 هزار نفرشان را کشت و یکی از اونها فرار کرد و در مسجد کوفه حضرت علی را به شهادت رساند. همین خوارج در لشکر کی بودن؟ اول در لشکر حضرت علی کرم الله وجهه بودن، بعدش از جدا شدن و تکفیر اینها را کرد تا اینکه سبب در نهروان اینها همش کوبیده شدند. دقیقاً. پس ببینید که مشکل از کجا شروع شد. حضرت معاویه درست است، یعنی شاید یک سری اشتباهاتی رو، چون که ما قائل به معصوم بودن صحابه نیستیم، بعضی اشتباهاتی رو هر صحابی انجام داده، منتها در قضیه این که باید این شورشیان محاکمه بشن و لشکر حضرت علی از اینها پاک بشه، حضرت معاویه برحق بود. بعد عده‌ای از مردم میان چی میگن؟ میگن چطور امکان داره که هم علی برحق باشه و هم معاویه برحق باشه، هم علی مؤمن باشه هم معاویه مؤمن باشن و هر دو با هم جنگیدن و هزاران نفر کشته شدن. میگیم برادر عزیز، الله متعال در قرآن کریم میفرماید که و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو گروهی از مؤمنین با هم جنگیدن، پس هر دو گروه میتوانند که مؤمن باشند و با هم بجنگن، چون بشر هستند. اختلافات فکری، اختلافات سیاسی، اختلافات اعتقادی، هر نوع اختلاف امکان دارد در بین بشر ایجاد شود. بله. بسیار خوب آقای انصاری، از شما بسیار متشکرم. زنده باشید. یک گزارش دارم، یک خواهش دارم از این روافض ملعون. اینجا من در یوتیوب شما رو لایف هم نگاه میکنم. بله. اینا بر حضرت عمر دشنام میدهن، لعنت میکنن، لعنت خدا بالای خودتان. کسانی که شیخین رو لعنت میکنن، کسانی که خلفای راشدین رو لعنت و توهین میکنن. خجالت بکشن، کم خجالت بکشن مردم. شما نمیدانید که اونها چه قربانیایی به همراه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دادن و چه خدمات و چه عدل را در روی جهان از طریق منهج انقلاب نبی صلی الله علیه و سلم قائم کردن. شما میان به اونها دشنام میدهید و اینکه فقط مغشوشی شده اید، دیگر اصلا کدام دلیل هم ندارن. اینجا آمدن، من در لایف شما نگاه میکنم آقای انصاری، حضرت عمر را لعنت میکنن، حضرت ابوبکر را لعنت میکنن. خدا هدایتتان کند، اگر هدایتتان نمیکند غضب خود گرفتارتان کند. بسیار زیاد از شما متشکرم آقای انصاری. سلامت باشین. تشکر از اینکه زنگ من رو گرفتید. سلامت و وقت خوش برای شما می‌خوایم. الله متعال شما را در حفظ امان خود نگه دارد. سلامت سلام. خدا. سلام. تشکر از شما.